ای که ما کلاه نپوشیدیم با معنای از این نیست که هوا سرد نیست، هوا سرد است به خاطر که یکایم خراب نشه. آلمان گفته یگان تا لگت شده. یعنی بچه صحیح است که میگی من افغان هستم، خود زبان دری را باید یاد بگیری. صحیح نه؟ سلام دوستا، خوب هستین؟ جانجور هستین؟ یک جای میریم بیرون؟ برای چیز نکو، برو خون میشه. یعنی آلمان پیر هستین یا نه؟ نه پیر هستین؟ خوشگل هستن، خیلی نیست. خوشگل. Wir sprechen also Türkisch und Kurdisch. Okay, Türkisch und Kurdisch gemischt, ne? Genau. Das ist noch besser. Okay. این خیلی مهم است و اینا اونمو داستانه بود که هیچ کدام ما هیچ چیزام نشدیم و شاید اینمو تالنت ما نداشتیم. سلام دوستا، خوش اومدین ولاگ نو ما. امروز در بیرون هستیم که فامیل کم میخواستیم بریم بیرون. خوبتر است که خانه باشیم. سلام علیک. سلام علیک. چطور هستی؟ خوبم، خوبی؟ قربانم. خوبی چی هست؟ خوب هستین؟ اینه تو گو چی حال خوب هستی جانه که جور بخواین؟ یا کل چیز بای ما خوب است. امروز فیلمای ما رو تو میگیری یا چی رقم بچه؟ یا میگیرم، پروبلم نیست. من خوبتر میتونم از خودش. یا مقصد پشت فکرت باشه که نفتی دیگه. نه نفتم، kein Sorge. خیلی باش که یک سلام علیکی همراه دوستا بکنیم. دوستای گل سلام علیک. امید که جور و سعد باشین از هر جایی که ما رو بیننده هستین میبینین. خوش آمدین در یک برنامه نو دیگه. امروز بر آمدیم بیرون. یک هوای خزانی است، خزان برگریزان است. همین رقم که دوستا میبینن برگاه دیگه ریخته است. همین رقم هم که معلوم میشه. ما هم دیگه یگان لباسکای گرم و یخا پوشیدیم و دیگه امروز روز یک شنبه بود. یک روز شد که موتو با هم بیکار هستیم. نه از همین روز استفاده کردیم، گفتیم که کت فامیل، کت خانواده، کت بچه ها برایم بیرون یک ذره یک بار قدم بزنیم. هوا خوب است. ای که ما کلاه نپوشیدیم با معنای از این نیست که هوا سرد نیست، هوا سرد است به خاطر که یکایم خراب نشه. دیگه ما کلاه نپوشیدیم، اگر این کلاه پیش ما هست. میگم فریبا جان سلام علیک. سلام علیک دوستا. سلام علیک. سلام علیکم دوستای عزیز، امید که جور صحتمند باشین هر جایی که هستین. خوش اومدین دوباره در ولاگ نو ما. همونطور که عادی جان توضیحات داد گفتیم برایم چکر بزنیم، همراه طفلا باشیم از خاطر که تمام هفته ما بیرون می باشیم در کار، اینا هم در مکتب می باشن، وقت نمی باشه از او خاطر. ولی او روز یک دوست عزیز ما در اینستاگرام است به نام لیلا جان خیلی یک گپ قشنگ زد. یه خانم هم 3 تا طفل داره، شوهرش هم کار میکنه، خودش هم کار میکنه. گفت که اولادای ما در خاطرشان این نمیمانه که خانه ما چقدر پاک بود، نمیفهم آشپزخانه چقدر پاک بود یا چقدر هر جای منظم مرتب بود. چیزی که یادشان میمانه تنها اینه میگه که پدر و مادر ما چقدر بر ما وقت ماندن، چقدر ما بودن. از او خاطر ما همیشه یک تایمی را که بیکار میباشیم در خانه کوشش میکنیم همراه بچه ها باشیم. اینمی یک تایم خوردم که پیدا کردیم، گفتیم باش یک دقیقه برایم بیرون یا یک قدم بزنن و که باز صبح سر کار میریم و مکتب است دیگه امکانات نمیشه. واقعتش لازم هم هست به خاطر که امریکا مسافری کل وقت میبینیم که در آلمان گفته یگان تا لگت شده. آلمان خراب شده. همیشه این همی رقم هوا ابریسته. خود تابستان هم کدام باشه بسیار یک هوای خراب، آدم نفس کشیده نمیتونه از دستی که درجه رطوبت بالا می باشه. همیال است که چقدر رطوبت بالاست. این طرف دیگه فضا جان یک دفعه رطوبت معلوم شده. یا دیگه ببینیم که فریبا جان کدام پلان چیز داری یا میره هم بدون برنامه هم تو فقط برام یا ما را کشیدی بیرون از خانه یا نه. اون روز که اولادا را آورده بودم برای دکتر دندان، اینا دلشان میخواست از شینگکای
خرد مربع که هست و بازارای کریسمس یا واینخ که میه نه؟ یک دکانکش باز بود، باز دلشان شد گفت ازی بخوریم، باز پسان خودشان گفت نه خیلی فامیلی که آمدیم بیرون باز میخوریم دیگه. ما هم گفتم امروز بهترین روزش است اگه باز باشه که برشان بگیریم، چون باز دوشنبه تا آخر هفته ما در کار میباشیم. فضا جان هم مصروف است، از او خاطر وقت نمیشه. لگی در داستان خود است دیگه. فضا جان یک شوخی کنیم؟ کار چطور من؟ از داستان تو شوخی را خب باز پسان میکنیم یادت نره که ما فرزاد پرسان کنم که داستانش چه رقمه، چی میکنی حاله در حال حاضر؟ مکتب میری؟ چیز کار میکنی؟ یکم بار دوستا را دیگه در جریان با من روزمره. من یک جای مینی جاب میکنم. میتونی کامرا طرف خودت دار بودی. کامرا دیگه طرف که خودت بگی جواب مرا بده. خب من یک مینی جاب میکنم در یک جای چی هست؟ رستوران؟ در رستوران ما که دوچرخه میرم چیز نانه برای نفرها میتونم. خب همین چیزی هست دیگه. کارم هست. میتونی دو دست بگیری که ما مادر کم بیه یا خوی گپ خوب است. غیر از این در کجا پرکتیک و گپ ها میکنی؟ پرکتیکم در Steuerberater. چی میشه در فارسی یا در دری چی میشه؟ الان کمک تو را میکنم. چی هست؟ یعنی بچه صحیح است که میگی من افغان هستم، خود زبان دری را باید یاد بگیری. صحیح نه؟ حسابداری یعنی کتابت. در جای حساب چی؟ در جای حساب چی؟ حسابداری مثلا در یک شرکت حسابداری پرکتیکوم میکنی خلاص. در جای حسابداری من پرکتیکم میکنم. خب یا دیگه غیر از او مکتب هم میری نه؟ یا مکتبم میرم. ایمان اصلا سلام نداد. سلام بچه. سلام دوستا. چطور هستین؟ بله؟ برو آزارت سلام دوستا. خوش اومدین در ولاگ ناو. دیگه امروز منم یک چکر میزنیم. یک چکر. با ما باشین دوستا تا پسان. سلام دوستان. چی میکنی آرمان؟ کجا هستی بیرون؟ در برگداف. چه رقم است؟ مکتب خوب است؟ کی مانده که سلام علیکم نکرده که دوستان؟ آیان جون. آریان مرا. آریان نوبت دوست. بیا بخیر که دوستا یک سلام علیکم خوبش کن. سلام دوستا، خوب هستین یا جور هستین؟ یک جای میریم بیرون. برای چیز نکن برو خوب میشه. ما بیرون میریم ما چیز شیرین میخوریم که مزه است. برو خداحافظ بگو. خداحافظ. یک کامنت نه اومده بود دوستای عزیز، باش که او رو فکر کنم هادی جان هنوز نخوانده. خواندی؟ کامنت؟ البته کامنت ها رو خیلیاتر خودت میخوانی نه؟ این بسیار جالب است. ما هم یعنی فکر کنم که نو دیدمش. باز کامنت های دوستا همیشه جالب است. تا جایی که ما خواندیم یعنی وقتی یک کمک باره پیدا کردیم خوب بوده. کامنت ها تا بد نبوده، خوب بوده. این بسیار جالب است. حالا جالب خوب است یا جالب بد است این نیش مهم است. جالب بدم نیست، یعنی نه هر کس نظر خودش داره، ولی نوشته کرده بود که ما 2 پیرکی ها این نظر گفته بود. پیرکی؟ خب بد نگفته دیگه. پیر نیستیم یعنی موتواله؟ نه کجای ما پیر است؟ ما ادعای 13-14 ساله خوا نداریم، جوانم پیرم نیستیم دیگه. البته یک چیز به نظر من اعتراض که اولا خب این رقم که گفتی ما درست اول نخواندیم. حتما میخوانم کامنتش حتما جالب است، ولی هر کس که یک نظر میده چی نیک است چی به حساب متوسط است چی بد حساب میشه او امو
نمایندگی از شخصیت خود میکنه. او خود معرفی میکنه که من چه رقم یک شخصیت دارم. فضل جان یا حالی مادرت یک کمک بره ما را بله. دل ما را لرزان گفت که پیر. حالا تو فکر میکنی ما پیر هستیم یا چرا؟ نه خب هر کس نظر خودش داره. آفرین. اوکی. میشه بگویی که پیر است یا پیر نیست یا ای است یا او است، ولی من میگم که نظرش برای خودش بمانه نگوید. نظرش برای خودش بمونه نگوید. یا یعنی حال ما پیر هستیم یا نه؟ نه پیر هستیم؟ خوشگل هستم پیر نیست. خوشگل. یا خب امکان داره که پیرم خوشگل باشه. میفهمی بعضیا این رقم فکر میکنن که مثلا طرف 4 تا اولاد داره 5 تا اولاد داره دیگه او پیر است. شاید ما میگم پیر نیستن شما. خب خیر باشه. Willst du da oben springen für 100 QA? Aber man muss nicht sein Leben für Geld riskieren. Wieso sollte man das machen? Hä? Weiß nicht. What? Geld ist nicht wichtig, sondern sein Leben ist wichtig. شکموگک چی دلت شده امروز؟ یک درست دونه. دونه دلت شده؟ یا ای دونه تو او دونه تو چی؟ Döner. تو هم دونه دونه. Döner. دونه آفرین. آریان تو چی دلت شده؟ آه نه دونه خورکا دونه خورکا اوکی. مادرش چی دلت شده؟ کباب تکه. یا دونه کت در اینجا کباب. پیدا نمیشه. باز یک روز میریم بخیر کباب تکه خوردن. البته دوستای گل هوا خوب نیست. اگر نی حتما برای شما دوستا رسیپی کباب تکه افغانی را حتما میماندم که شما دوستان در جریان می بودین. باز دیگه کسایی که تکه کسایی که کباب تکه اما اخته شدگی را که من جور میکنم نوش جان کردن دیگه حتما میبینن و از لذتش آگاه هستن. ولی خب یک کمک کار هوا خوب شوه. هنوز در اول زمستان هستیم هیچ شانس نداریم موضوع. یک کمک کار هوا خوب شوه حتما جور میکنیم. دیگه دوستای گل کت ما باشین. Erstmal sagen wir so herzlich willkommen. vielen Dank, danke schön. Also wir sind دوستای عزیز ما دفعه اول نیست که اینجا هستیم. ما آمدیم که نانشان خوردیم. نانشان مزه‌دار است. به خاطر از این دفعه کوشش کردیم که پیش دوست ما بیاییم به نام جمال. جمال از ترکیه است و aus Kurdistan, ne? Kurdistan Bereich. Genau. Okay. Bist du Kurder oder Türker? Ich bin Kurde. Kurder. Okay. ترکی نیست. زبان ترکی نداره، زبان کردی داره. Also das ist unser Muttersprache ist Kurdisch. Okay. Wir sprechen also Türkisch und Kurdisch. Okay, Türkisch und Kurdisch gemischt, ne? Genau. Das ist noch besser. Ja. Okay, Bruder, wir kommen gleich zum Bestellen. Also wir sehen unser Essen, Sehr wie das gerne. bestellt wird, Sehr wie gerne. das serviert wird. Herzlichen Dank. Ja, Das Dankeschön. freut uns. Bis gleich, ne? Sehr lieb, Dankeschön nochmal. بچه چیکار بخیر نانتون رسید؟ آریانک نان تو آمد؟ شکرت بدلت است؟ نان تو چه رقم است ایمان؟ خوب است؟ بدلت است؟
بله. 1000 مان. بله. چه رقم است تو؟ خوب است؟ بدلت است؟ بله. من اینو بوکس تا ببینم. تو کل فومس خواستی نه؟ بله. زیبا جان؟ چی خواستی تو؟ Donatella sogar. Hatte Pommes och sallad. تو به قدر میگی شکل جان بله. تو در چی؟ من دونتلا ها؟ و ملک اینچن Mor. اما مرغ درست ها زیبا جان مزهش چه رقم است؟ بعدش خوب شد. مزهش خوب است؟ شاید نیست مثل دیگه. سس‌هاش چه رقم است؟ سس خیلی مهم است باید مزه داشته باشه میشه نشی است. تند است. خوتون دسته یا یا همون ماست خودم ماست سیری و ساسیکی امو هست دوستای گل ما که معمولا میایم ما تو به حساب در بشقاب گپا بر من زیاد است باز سرمخی زیاد میشه و ما چی بیشتر میکنم همیشه چی سفارش میتم در بین نان و باز کت تنها پیاز من چیزی که خوش دارم تنها پیاز است دیگه اونم پیاز است و همو سس ماست سیری که بادرنگ هم داره اونمو بر ما اوکی است و دیگه نرمال باز همون نوشیدنی کولا و دیگه پارکتش میگیریم دیگه جای شما دوستا خالی دیگه ما کوشش بکنیم که بخیر نان خدا بخوریم باز اصلا بکنیم خالی باجا؟ چه رقم حساب است؟ مزه داد؟ مزه دار بود؟ نانش خوب است. یا زیاد چرب نیست. خوب است چون دفعه پیش که زیاد چرب بود. نه چرب معلوم نمیشه خوبیش دمیست که چرب نیست نه؟ اون دفعه بسیار چرب بودش من نمیتونستم رو بخورم. یا حالا خوب است. خب جان و این حال از فرزا جان میخوایم پرسان کنیم زو فرزا جان تو همیشه مرغ میخوری؟ دونر مرغ میخوری یعنی هنچن میخوری؟ هر دفعه دمو سال کوچیک هر دفعه مرغ خوشمزه است تو حال کلب خوردی؟ امتحان کن. خوردم مزه نمیده امتحان کن. تو چی میگی فریبا؟ همیشه تو چیز میخوری؟ کلب میخوری؟ یعنی که گوشت سرخی میخوری؟ راستش یک دفعه گوشت چیز امتحان کردم از مرغ. مرغ یکم خاموی بود. یا نه. بعد از اون دیگه دلم نشد چون نه. همون گوشت چربیگکای اضافه شده زیر دندان. آفرین بعد سعی از اون پختن خودم همیشه باز سعی همون پختن زیر دندان هست. آدم میانه ولی بهتره. خب این حال تو چی میگی؟ خیر است که چربیگکای اضافیش زیر دندانت میان؟ یا ماینا خوشمزه است آن خوبه این چیز هست خوشگل است. خشک است؟ نه تو میخوای خیلی میرکم اودار و خلا و چلا و باشه دیگه میرکم ها؟ نه یکم آب داره ولی زیاد نیست یا؟ او اصلا آب اوکی صحیح است باشه ایمان رو پسند کن ایمان جا؟ ایمان هم راستی اینجا مرغ داره. مرغ است نه؟ بله. خب با این حال مرا بگو چرا کلب نمیخوری؟ قلب دیگه geschmack داره چون چی؟ یه در بلندتر بگو مزه. قلبش یک دیگه مزه داره. یا؟ من قلب دوست دارم ولی اینچین خوبتر است. اینچن خوبتر است آه. خب بچه که زیاد مرغ میخوری باز یک روز خودت هم مرغ جور میشه
چطور فریبا جان؟ ساعت که تیر شد بله ها. نشد. نانم خوب بود. بسیار انسانیت کرد آقای جمال. خواهی یک چیز طبیعی است در هر دکان یا در هر رستورانی که آدم میره، یعنی آدمی که مشتری خود از دست نده، چی میگه مشتری رو به افغانی؟ مشتری را جذب کنه، یعنی اون مشتری باز بیاید. ما مشتری میگیم؟ مشتری است. مشتری است. مشتری را از دست نده. از او خاطر بسیار انسانیت کرد، یعنی قدر عزت ما را کرد و ما لذت بردیم. خداوند در دکانش برکت بندازه. یک دکان، یک رستوران باید نانش متفاوت باشه از دیگر نانا که اینمی صورت هم میتونه که مشتری باز بیاید در دکانش. و در قدم دوم لطف خوش. نه. لطف خوش خیلی مهم است که باید یک رستوراندار لطف خوش داشته باشه، قدر و عزت میمان بکنه. چون وقتی که یک نفر میره که یک جای نان بخوره، یعنی که میمان است در اونجا بله دیگه. ولی خوب بود، نانش بد نبود، خوب بود. البته دونر یک چیز است که مروج زیاد در آلمان به خصوص دونر میخورند. که نام دونر کسایی که در آلمان زندگی نمیکنن حتما آشنایی دارند. در بعض جا شاورما میگن او را که به حساب عربی چی بود؟ کدام افتاد؟ یا به حساب عربی یک چیز میکنن، یک واژه برش جور کردن که او را باید یک رقمک که وارد دیگام جور میکنن. اما دونر که در آلمان جور میشه خوب است، یعنی نسبت به زیادتر جاها که در اروپا آدم میخوره، دونر در آلمان خوب است و همچنان در اتریش هم خوب است دیگه. ما یک سوژه را در نظر گرفتیم، ما فریبا جان. در این ولاگ یا در این برنامه گفتیم که سرش کوتاه گپ بزنیم. پسانه دخواه چیز کو اینجا سر صدا است. یا اینجا جمع شدن. خب خیر باشه، از اینجا تیر شویم بخیر. خود بخیر که شما دوستا همو مسئله رو در میان میمانیم و سرش گپ میزنیم. خب فریبا جان تیر شدی بخیر از خطر. اونجا چیز هست همی لاتین که میگم اولادا برای چی جمع شده بودن؟ از خاطر همی لاتین من خواستم نفهمیدم که لاتینش چی است. میره باش گفتم امروز اگه چیز شد یک فیلم میبینیم، نشد. خب خیر. تو چراغ کاری که دست خود میگیرن، خب باز خواندن میکنن خود اولادای خود میگردن. از بچه‌ام بخیر هفته دیگه هستم. خب مسئله که میخواستیم بگوییم که خیلی مسئله مهمی هم است، او رو اول قصه کنیم بخیر. ببینید دوستای گل، خانواده‌ای که البته در قبل که بود، من از قبل شروع میکنم، از زمانایی که ما نوجوان بودیم یا به امثال ما دیگه کسان نوجوان بود یا خانواده طفلای نوجوان داشتن، این زیادتر به حساب تحصیلشان تقریبا 90% پدر مادرها میخواستن که یا بچهشان انجینیر شوه یا دکتر شوه، یا هیچ کس نمیگفت که می بچه ما معلم شوه. هیچ کس نمیگفت که بچه ما یک رستوران داشته باشه، حتی یک کارگر شهرداری شوه. مشکل چی است؟ نه منظوری که اصلا یعنی منظورشان از این بوده که کلگی میخواسته که ای شوه و اینمی تاکیدشان سر طفلا بوده. یک رقم طفل بیخی در مغزش پر میکردن که تو باید اینمی شوی خلاص. یعنی امو درخواست اولاد مد نظر نداشتن، مد نظر نمیگرفتن. امو اولاد چی را علاقه بهش داره، چی را میخواد که پیش ببره. بله این خیلی مهم است و اینال اونمو داستانه بود که هیچ کدام ما این چیزام نشدیم و شاید اینمو تالنت ما نداشتیم. این خونه است که هر کس که به دنیا میایه تالنت دکتر شدن نداره یا تالنت انجینیر شدن نداره. امی گفت سایسا چون امو نام نمیگیریم، حالا یک دوست ما برادرش به حساب مدیسین شروع کرد، دانشگاه رفت چون گفت عشق علاقه پدر مادرم هستم، من با دیر پیش بگیرم. شروع کرد یعنی رفت. به نظر از وا احترام ماند تا سلیقه خود. باز او را خواند، اما
اینقدر بد گذشته برش. چرا که همیشه که خونه میدیده یا یگان وقت نوتفال میشده چی میگه بخیمی ترسیده و پیش نمیتونسته ببره. باز متاسفانه در دانشگاه هم خلاص کرد و خیلی مشکلات ایلا کرد درسه. یک رفت باز پشت حرفه خودش گشت که آرشیتکت بود. آرشیتکت یعنی چی میشه؟ کار ساختمانی؟ در ساختمان به حساب مو طراح این هم کار بدی نیست ولی خب او رو پیش گرفت. باز یک دوست دیگه من او هم بنده خدا پدر و مادرش میگفت تو باید برید چیز تعمیرات موتر اوکی مکانیک شوی و او در سال اول تا سال اول چیز کرد. اینجا خود 3 سال باید درس رو بخوانی. در سال اول دیگه ایلاش کرد گفت من نمیتونم میره پیش ببرم. خوی این باعث میشه کنم جوان بیخی راه خدا گم کنه. جانا اینال به نظر ما دوتا به نظر خیلی دوستام شایدی باشه با شما دوستا در کامنت نوشته کنین که چقدر که نظر ما موافق هستین و چقدر مخالف هستین. این حتما شما دوستان نوشته کنین. ببینید به نظر ما جوان باید آدم در هر تالنتی که داره آدم باید حمایت کنه. دونمو بخش حمایت کنه. سعیست راهنمایی لازمه را بکنه درباره همون چیزی که جوان میخواه و چیزی نظری که تو داری و چی در اجتماع. شاید یک جوان زیاد و قدر اطلاعاتش کامل نباشه نسبت به اجتماع، نسبت به ای که یک شغل را یک جوان بخوانه درسش و او در 20 سال آینده هنوزم کار بده. نه این مهم است زیاد. اینال اونمو راهنمایی لازم شوه به نظر من. نه اما جوانا را باید آدم بانه که امو سلیقه و نظر خود پیش ببرن. هیچ کس کشنه نمانده. صحیح؟ اما ایرام شما دوستا فکرتان باشه که قدر که شما دوستا میخواستین که جوانا دکتر شوه انجینیر شوه 10% هم نشده و ایره شما یک کمک وره تا زیادتر سرش فکر کنین. و دیگه تو چی میگی؟ و یک چیز دیگه هم ازا که کسایی که انجینیر و دکتر شدند حالا یک سریشون با علاقه خود یه رشته رو پیش گرفتن و یک سریشون به خاطر پدر مادر خودی رشته رو پیش گرفتن. اونا کلشون امیال دهخانی سالمندان هستن. پس میتونم اون کسی هم که به حساب عاشق رقص است، عاشق مدل شدن است، عاشق نمیفهم فرکویفر چی میگم فروشنده او هم پس میتونه یعنی دکانداری پیر شوه. یعنی دکان داشته باشه. پس آدم کوشش کنه که امو اولاد آدم هر علاقه‌ای که به هر درسی که داره امو رو لطفا حمایتش کنن. حتما نه او گفته هادی جان او تالنت از او رو نداره، یعنی استعداد در او درس نداره، علاقه در او درس او چیزی نداره. که شما میخواین، او چیزی که شما یعنی دوست دارین. از او خاطر خوب است که اول پرسانش کنین که علاقه امو دختر یا پسر در کدام رشته هست، در مو لطفا حمایتش کنین. به خاطر ازی که به بهترین شکل بازو رو پیش میبره، با علاقه بلند میشه، میره سر درس خود، سر کار خود و با بهترین شکل رو پیش هم میبره. درست است. دیگه امیدوار است ما هم بتونیم که 4 تا پسر خود علاقه‌ایشون زیر نظر گرفته و حمایتش بتونیم. امید به میسته. البته کوشش هر پدر مادر دیست که اولادش یک جایگاه خوب در اجتماع امروزی داشته باشه. صحیح؟ اما اینال بستگی به این داره که کلگی این یک گروه خونی رو نداره. صحیح؟ کلگی یک عادت نداره، کلگی یک رقم مغزش کشش نداره. نه؟ اینال اینمی چیزا باعث میشه که یکی یک کمک وره پایین باشه، یکی یک کمک وره بالاتر باشه. اگه یک کلگی بالا باشه پس دیگه پایینی وجود نداره. پس دیگه زندگی باز لذتش کجا شد؟ گفتی خورخونده و یک کلگی دکتر و انجینیر شما خیلی دیگه شغلا رو که پیش ببره. دیگه کی کنه؟ خیلی کو بازمو اگه دکتر شو باز کو مریض از کلگی خودش دکتر از دیگه.
دیگه خب بر صورت دوستای گل و یکی دیگه یک نصیحت دیگه که برای جوانا، اگه جوانا مرا میبینن، جوانا شما از هیچ کار نشرمید. هیچ کار، هر کاری که براتان پیش آمد که باعث اون اموراتتان کتش میگذشت و باعث پیشرفتتان میشد انجام بدین. این یک چیزی هست که در شرایط امروزی زیادتر جوانای ما یکم واره میگن نه ولی من این کار نمیکنم یا نه ولی من این کار نمیکنم، فلانی شاید مرا ببینه میشرمه. اما در کار شرم نیست. نه در کار شرم نیست. هر کاری را که وجود داره باید یک نفر بکنه. اگر نکنه اونمون کار دیگه خب نکرده دیگه، اونمون جای خالی است. نه پس شاید اونمون نفر توستی که اونمون کار باید بکنی. پس بدون کدام فکر اضافی شما جوانا هیچ از کار شرم نداشته باشین. دیگه دوستای عزیز، شو کم کم به آخر رسیده. بچه ها ایزاره پیشترک رفتن از ما کده قدم هایشان کلانتر. ما گفتیم ایزاره که دوستا امشب گپ بزنیم و کمک گواره نان ما مازم شو آساستا رفته دیگه این ولاگ به پایان میبریم. دیگه همینجا خیلی که دوستا خداحافظی میکنیم و از دوستا خواهش میکنیم که حتما ویدیوهای ما اگر خوشتان آمد برای دوستایتان روان کنین، ازشان خواهش کنین که ما را برای دوستای خود روان کنن و باز از دوستای خود خواهش کنن که باز ما را برای دوستایشان روان کنن. باز دوست و سابسکرایب همیشه یادتان نره، یعنی کسایی که در آلمان است ابونیر کنین ما را به زبان آلمانی براتون میگم و چی میشه به زبان دری و فارسی؟ فالو میشه. سابسکرایب کنین، دنبال کنین دیگه. اینجا وایسا که اینجا نور خوبش هست، اینجا خداحافظی کنیم. دیگه دوستای عزیز، تشکر باز هم از شما عزیزا که همیشه ما رو حمایت میکنین. تشکر واقعا. و امیدوار هستم که از این ولاگ هم خوشتون آمده باشه. ما فقط نظر خود دادیم و ما کوشش خودم میکنیم که فضل جان، ایمان جان، آرمان جان و آریان جان هر رشته درسی که علاقه داشتن دنبالش کنیم، یعنی حمایتش کنیم و شما هم کوشش کنین لطفاً که اول علاقه اولادتون در نظر بگیرین. دیگه ما نمیگیم چی و چه رقم، اما حمایتش کنین. دیگه امیدوار هستم هر جا که هستین جور و صحت و سلامت باشین. امور قمکادی جان میگه دور از چی؟ دور از گزند روزگار و دور از بدیا، چشم بد، پر از محبت. سابسکرایب، لایک، شیر و کامنت های مقبولتان یادتان نره که باعث خوشی ما میشه. و من فکر میکنم که در ولاگ های آینده باز ما میشینیم بخیر کامنت های شما دوستا را به خوانش میگیریم و سر هر کدامشان بخیر کمک و گپ هم میزنیم. نه؟ بخیر. چی گفتی؟ تا ولاگ بعدی. شب و روز و روزگار به شما خوش. خداحافظ.